بسم الله الرحمن الرحیم. وریبل مهم است که ما وریبل بشناسیم. بعد از این کاربردش در هر جای یک ثانیه باشه. صحیح است؟ اول باید ما چی یاد داشته باشیم؟ وریبل یاد داشته باشیم که وریبل چی است؟ وریبل یک متحول است. چی است؟ وقتی که ما میگیم وریبل به این معنی که این متحول. پس وقتی که ما در ریاضی میگیم که x مساوی به 20 صحیح است؟ میشه که x مساوی شود به 200 فرق داره. x مساوی میشه مثلا به 10 فرق داره. پس x یک متحول است و این هر قیمت گرفته میتونه. این بود وریبل. کدام مشکل است؟ بسیار سخت نیست نه؟ خب حالا میایم در کامپیوتر چطور این مفهوم ارائه کردن میتونیم. در وریبل همین قسم در کامپیوتر هم استفاده میشه که مثلا به یک عدد، به یک قیمت، به یک حرف یک قیمت است. یعنی x مساوی به 20 یعنی قیمت x چند شد؟ 20. در این حالت همین قسم در کامپیوتر هم ما استفاده میکنیم. همین عین شکلشان است، اما هدفشان این است که در کامپیوتر ما میگیم که وریبل متحول است، یک قیمت ذخیره میکنه. در کدام جای؟ در حافظه. به این مفهوم که وریبل یک ساحه حافظه است که نامیده شده، در اونجا میخوایم که یک عدد ذخیره کنیم. هر چیزی که ما بخوایم ذخیره کنیم. یعنی همین است که وریبل خود متحول است. وریبل متحول ده دیگه تو مشکل نیست. صحیح؟ وریبل هر قیمت اخیسته است. صحیح؟ وریبل یا متحول ده هر قیمت اخیسته است زانس که ذخیره کی. خود په کمپیوټر کې داسې وایي چې وریبل هغه حافظه ده. په حافظه کې هغه موقعیت ده چې موږ کولی شو هر څه پکې ذخیره کړو. دا وریبل موږ میموري کې کلمه استفاده نه کوو. یعنی د وریبل کې در تعریف کمپیوتر کلمه میموري استفاده نکنیم مفهوم دار نمیشه. یعنی وریبل موقعیت میموری است که ما در اونجا معلومات ذخیره میکنیم. باز اون معلومات مربوط ماست که چی ذخیره میکنیم. مثلا اگر ما نشته میکنیم مثلا این رقم x مساوی به b میتونیم نه؟ b یک قیمت دیگه داره و قیمت اینجا به x داده میشه. پس همین قسم ما میتونیم که در مموری هم یک وریبل به دیگه وریبل اسان کنیم. یعنی قیمت یک متحول به یک متحول دیگه اسان کنیم و همین قسم میتونیم او معلومات که در وریبل یک در حافظ مموری ذخیره شده او معلومات در یک مموری ساحه دیگه هم اسان کنیم. و میتونیم همون قیمت از اینجا یا از اینجا میتونیم اکسس کنیم، یعنی به دسترسی از او داشته باشیم. بسیار ساده. دیگه کدام مشکل؟ دیگه تو مشکل نیست دیگه نه؟ دیگه به ساده تو بگویی وریبل متحول ده. وریبل هغه حافظه ده به مموری، هغه موقعیت ده به حافظه که به ریم حافظه که البته در ریم خب در هارد دیسک نه. وقتی که ما هر چیزی که داریم وریبل یک متحول است که معلومات موقتی ذخیره میکنه. وقتی کامپیوتر خاموش شد و قیمت ها از دست میتن، اما اگر بخوایم که را سیو کنیم با در هارد دیسک میرن این قیمت ها در هارد دیسک سیو میشن. این معلومات موقتی است که در وریبل ما ذخیره میکنیم. هغه د مموری هغه ساحه ده چې موږ کولای شو معلومات په دې کې ذخیره کړو. دا کامپیوتری تعریف ده. این تعریف کامپیوتری است که ما میتونیم این رقم تعریفش کنیم. اما بغیر از کامپیوتر کلمه میموری باز استفاده نمیشه. مستقیم x مساوی b مساوی c مساوی d مساوی e مساوی f مساوی هر کلمه‌ای که شما حرف استفاده میکنید میتونید و هر قیمت که ارائه میکنید برشان میتونه رو بگیرید. دیگه کدام مشکل نیست. مثلا اگر ما نشته میگیم که x مساوی 2x جمع 3 کدام مشکل داره؟ نداره. نه x قیمت داره. وقتی که x قیمت گرفت خلاص هر چیز به وجود میاد. حالا یک قیمت گرفتم. خب وریبل متحول است. وقتی که ما بگیم که x مساوی به 20 باز بگیم که x مساوی به 30 این رقم در این شکل ما قبول نمیکنیم. در ریاضی ما میگیم که این x1 باشه صحیح، این x2 باشه. این قسم ما میگیم و این دو وریبل باز میشه. اگر ما بخوایم که در کامپیوتر همین قسم استفاده کنیم این هم به همین قسم دو وریبل است. اگر ما بخوایم که یک بار ما نشته کنیم که x مثلا b مساوی به 4 و b مساوی به 4 مثلا به 20 در این حالت در کامپیوتر در حالتی که ما در یک معادله رقم دو متحول نداریم
که همین قسم قیمت های تبدیل شود. پس یک قیمت داره که او تبدیل میشه و کامپیوتر همین قسم است که وقتی شما 4 برشان به 20 اساین کردین، پس بار دوم که 20 اساین کردین، به این معنی که 4 از بین رفت 20 گرفت. مثلا که ما در این رنگ در این دیوال رنگ میکنیم، رنگ اولی ظاهر میشه، وقتی که سر دیگر رنگ زدی و رنگ دیگر پنهان میشه و این ظاهر میشه. به این قسم وریبل آخری جای میگیره. مثلا در این اتاق شما میز چوکی رو انداختین و دیگه میایید مثلا به جای این چوکی ها صرف میز ها میارید، پس اون رفت بیرون و دیگه صرف میز. به این مفهوم است که ما نمیتونیم که اینجا چی است؟ چوکی است. چوکی بود عالی نیست. پس در این حالت وقتی که متحول B قیمت 4 داشت اما به جای از او ریپلیس شد 20، یعنی جایگزینشون 20. یعنی در مانا چه منگه دیتا 4 قیمت رو کرده بود خود دیگه به جای بانی ایواز تعویز کم قیمت؟ 60 قیمت تعویز نری پاسانه سره. اما پر عادی و معادله که منگه بیاد دست نسوی بکله اگه با دا قیمت بله و معادله نلاست رازی به بیت رازی نقدر قسم ما نمیتکوله سی استفاده یعنی مدت دو قیمت نشد که یا قیمت بله یا قیمت اگه بل دیدنه ریپلیسی، یعنی کلمه ریپلیس استفاده میشه، یعنی تعویض میشه، یعنی ریپلیس میشه. وقتی که ما امی وریبل باز میشته کنیم در کامپیوتر مثلا B مساوی به 11 پس قیمت 11 یعنی ریپلیس شد، تعویض شد به جای 20 و قیمت آخری به یوزر ارائه میکنه که چیزی قیمت آخری باشه. مثلا فکر به یک نفر میگی برای ما بیار او میره اول برتون میاره، اگر پشت صدا کردی که اوی گرم بیاد خب باز اوی میاره خلاص شد دیگه حکم آخری تطبیق میکنه نه؟ صحیح؟ اگر برشان گفتی که اوی گرم بیار باز برشان پشت چیزی میزن میه چای بیار خب بس خلاص شد دیگه چای میاره. همین قسم وقتی که قیمت اولی برشان دادی اما اجرا میکنه براتون ارائه میکنه، وقتی که دیگه قیمت برشان دادی اما براتون ارائه میکنه باز قیمت دیگه باز قیمت آخری اجرا میکنه برای اسکرین برای یوزر ارائه میکنه، به یوزر به دسترسی یوزر میباشه. این رقم نمیشه که کل وریبل ها اما قیمت های نگاه باشه 4 هم براتون میگه که بگی 4 بگی 20 بگی 11 نه این رقم نمیشه. پس قیمت آخری به یوزر در خدمتشان است که به خاطر چی استفاده. خب در جاوا مختلف قسم وریبل هاست که ما میتونیم از او وریبل ها استفاده کنیم. اگر ما یک وریبل داشته باشیم از نوع استرینگ پس در این حالت باید معلومات ما حروفی باشن. چی باشن؟ وقتی چه منگی استرینگ وریبل ولرو چه وریبل ولرو؟ استرینگ وریبل ندا باید حروفی معلوماتی عددی باید نه، یعنی معلومات حروفی باشه اعدادی نباشه. در این حالت پس او باید در دبل کوت نوشته شده باشه. در چی؟ در دبل کوت. هر چیزی که شما نوشته میکنید مهم نیست احمد، محمود، جمال، کمال، ولی، علی هر چیزی نوشته میکنید از حروف باشه پس در دبل کوت شما او را نگاه میکنید. پس این یک قانونشان است. وقتی که وریبل استرینگ میخواین جور کنید پس در دبل کوت باشه. یعنی استرینگ وریبل چه جوره باید پر دو دبل کوتو که در متن ولی که بغل دینا جاوای نمانی برای جاوای و قانون. خب INT عادات ثابت نگاه میکنن. عادات چی؟ ثابت. INT ثابت عادت زن سر ساتی یعنی در دستی وریبل در INT وریبل چه من کوله سو په دغه سی وریبل کې صرف ثابت عادات ولیکو چې دې کې من اشاره دار نشي لیکل اما کوله سو منفي مثبت ولیکو. یعنی در INT وریبل ما میتونیم عادات مثبت و منفی استفاده کنیم، یعنی مشکل نداره اما همراه اشاره مشکل داره و نمیشناسه. خب فلوت عادات اشاره دار را چی میکنه؟ ذخیره میکنه و او عادات میتونی 1.22 4.99 هر قسم باشه عادات باشه اما ذخیره کرده میتونه اگر مثبت باشه اگر منفی باشه مشکل نداره. یعنی فلوت وریبل د اشاری د پر استفاده کی تو وقت موږ اشاری د پر غواړو چې یو داسې وریبل ولرو چې مثلا موږ د یو چا نتیجه را باسو اوسط کې وایي اشاره دار راوځي کنه نه د پر موږ د فلوت استفاده کوو به خاطر اوسط اشاره ضرورت است نه شاید اشاره دار مثلا 75.3
پس این اشاره بسیار ارزش داره، ما نمیتونیم این را اسکیپ کنیم. به این خاطر اوسط نمرات بسیار مهم است که یک اشاره این طرف و طرف شود، کلی کار خراب میشه اگر به درستی انجام نکنیم. پس ضرور است که ما به خاطر معلومات دقیق اشاره دار وریبل استفاده کنیم. چهار به خاطر حرف استفاده میشه. حرف مثلا اگر ما بخوایم که یک حرف A, B, C, ساین، سینگل کور، مثلا کوشن مارک، پلاس، دیویژن، مولتیپلیکیشن، یعنی یکی از سمبول های ازی، یعنی کیبورد سمبول است نه؟ یکی از سمبول های ازی میخوای استفاده کنی، بس ما 4 میتونیم استفاده کنیم و او 4 باید ما در سینگل کور نشته کنیم. مثلا کمون وارد چه یا وریبل جور کنید چارت لناوینا، چار به معنی ده کاراکتر ده، کاراکتر به معنی ده حرف ده، A, B, C, D، کوشن مارک، مساوی، جمع، ضرب، تقسیم، این کل علامت ها، در طول علامت چه به کیبورد که بینید در طول چه دی؟ سمبول ده. دقیق سمبول رو وقتی استفاده که در باید تپچش که بودی که پر دبل کود، سینگل کود که بودی که در یک جاوا یا قانون جاوا است که باید را یاد داشته باشیم. و غیر از این اگر میخوایم که یک وریبل 4 جور کنیم و در دبل کود نشته کنیم، اون مفهومی علاقه داره، اون مربوط به چی میشه؟ استرینگ میشه. خب بولیان store value with the two state true or false. این دو قیمت ذخیره میکنه، صحیح یا غلط. دو قیمته، صحیح یا غلط. رښتیا، دروغ، بس. راست، دروغ. همین دو حرفه یکی از دو علمی گاه میکنه، یعنی هر دو در یک وقت نمیشه. مثلا ما میتونیم بگیم که بارش هم است، بارش هم نیست. میشه این رقم؟ پس یکیش باید موجود باشه، هر دو در یک زمان وقوع نمیشن. پس یک باید واقع شود، یک که واقع شد دیگر نمی باشد، دیگر که واقع شد دیگر نمی باشه، یعنی یکیش باید واقع شود، هر دو در یک زمان واقع شدن نمی فهمیدین؟ فصله یعنی یک باید واقع شد. بولیان به معنی صحیح غلط، یا به صحیح یا به غلط. نو که صحیح به غلط نی، او که غلطی یا به صحیح نی. صحیح ده؟ مثلا زوائمه احمد ناکامه نده، چه معنا نداری؟ ولی معنا نداری. احمد ناکام نیست، یعنی کامیاب رو مفهومی را میکنه که کامیاب است. اگر ما بگیم که احمد کامیاب نیست، مفهومی چی را میکنه؟ یعنی ناکام است. یعنی منطق است که شما باید بفهمید بولیان است، کل لاجیکی را میکنه. وقتی که شما میگین که مثلا احمد ناکام است، این خود مفهوم واضح هست که رای میشه. اگر ما بگیم که احمد ناکام نیست، و معنی از این که نیست، دیگر ضد ناکامی چی است؟ کامیاب. پس کامیاب است. اگر بگیم که احمد کامیاب نیست، ضد کامیابی چی است؟ ناکامی. پس احمد ناکام شد. پس اینجا منطق بسیار ضرور است که شما یاد داشته باشید که همین جمله چی ارائه میکنه. در این حالت شما باید یکی از این انتخاب کنید. در یگان وقت مفهوم بسیار به ساده شکل باید به دیگه برسه، اما یگان وقت ضرورت میباشه که مغلق باید برسه. ما این رقم ضرورت داریم در پروگرامینگ که یگان وقت ما میگیم که اگر این رقم بود، خب به دست ما نمیاد، ما میگیم اگر این رقم نبود باز برای ما این کار انجام بدیم. در این حالت ما چی استفاده میکنیم؟ نفهم میکنیم حالت اصلی را و حالت معکوسشان عملیشان به دست میاریم. بسیار مهم است، مثالایشان انشاءالله میاد که شما میتونید استفاده کنید. declaring variable یک گاهی بسیار خطرناک در پروگرامینگ وقتی که استاد فانکشن تدریس میکنه، هر وقت declaring با مفهوم ساختن است. خب declaring دیگر مفهوم نداره، یعنی ساختن یک وریبل. چطور میتونی یک وریبل بسازی؟ چطور نتونی یک وریبل جور کنی؟ بس دا declare دیتا چی استفاده کی که پروگرامینگ کی؟ declare ویل کی. دا منگا که declare و یا که منگا وی چی جور که یک وریبل. دا دوای وقت خبره. پس ما میخوایم که چطور میتونیم یک وریبل بسازیم. سانتکسش این است که شما اول باید یکی از انواع معلومات داشته باشین. سیست نوع معلومات که در این وریبل ما چی ذخیره میکنیم. تایپ باید باشه. مثلا ما گفتیم که string یک تایپ است، نه؟ از نوع وریبل. سیست int است که نوع وریبل تعیین میکنه. 4 است نه که نوع وریبل تعیین میکنه که این تایپ است، این نوعشان است. پس یعنی باید دو وریبل لپاره ته نوعیت وټاکې معلومات. مثلا داسې خو نه کېږي چې ته ویلې کې کامیاب صحیح ده
نه کامیاب بودی که مثلا تلی که چی ماشلی که چی 50 صحیح بل به اعداد لیکی چی 50 دسی صحیح یا به اعداد لیکی یا به حروف لیکی در صاحب المشخصی دو اعداد لیکی که چند تلیات نشته که چی 50 در نوعیت باید معلوم شد این نوعیتشون به چی شود؟ تعیین شود و این نوعیت تعیین شدنشون بسیار مهم است در معلومات به شکل درست داخل شدنشون. مثلا وقتی که ما یک تیبل میسازیم معلومات شاگرد ارائه میکنیم در این حالت اگر ما نشته کنیم یک شاگرد برده 65 اگر این رقم نشته کنیم خوب است نشته کنیم که 65 مهم نیست هر دویش اما یک مفهوم ارائه میکنیم اما نوعیتشون باید ما آگاه باشیم که در این بخش چی میایه و در این بخش نوعیتشون بسیار مهم است. بعد از این نام وریبل که در اون متحول ما چی میخوایم ذخیره کنیم یعنی اون ساحه‌ای که در حافظه نگاه میکنین کدام قسم معلومات میخوایم عددی میخوایم حروفی میخوایم ترو فالس میخوایم یعنی بولیان میخوایم 4 میخوایم یعنی یک حرف میخوایم در این حالت وقتی که نوعیت ما تعیین کنیم به این مفهوم که باید ما به همون اندازه به او ساحت تعیین شود مثلا این اگر ما بگیم که وریبل تعیین شود خلاص مشکل نداره چه ضرورت است که نوعیتشون تعیین کنیم نه اگر شما در موبایل ها دیده باشین که وقتی شما استفاده میکنین یک نام نوشته میکنین و از اف حرف زیاد داخل نمیشه در این حالت اون نوعیتشون خود تعیین کرده که معلومات کم اینجا باید باشه چرا سیم ظرفیت زیاد نداره در وقتی که امو نمبر در موبایل سیف میکنیم با یک نام دراز میتونیم داخل کنیم با این مفهوم که اونجا باز نوعیت معلومات چی است؟ اندازهشان زیاد شده و میتونیم بسیار بسانی استفاده کنیم ای از نوعیتشان است که شما میتونید از این استفاده کنید پس یک بیت اونجا انتخاب یک بیت استفاده میشه یعنی 8 بیت استفاده میشه که یک باید باشه و معلومات بسیار کوچک باشه بعد از اینکه به این وریبل ما میخوایم که معلومات رسم کنیم علامه مساوی استفاده میکنیم بغیر از این نمیشه که این مربوط به این شود مثلا اگر کسی یک خانه میخره پیسه هم داده هر چیز داده یک کس دیگه میگه این خانه ماست چطور رو دعا کنه که این خانه ماست او باید حواله داشته باشه سند داشته باشه از کی خریدی در کدام وقت خریدی شاهدی دام کی است نه پس این مفهوم این مساوی علامه به این مفهوم است که یک قیمت مربوط به این وریبل است به این متحول است این مفهوم این ارائه میکنه اگر این نباشه پس اینجا ایرور واقع میشه این رقم اسنادها نباشه پس اینجا چی میشه هر کسی دعوا هر جا میکنه به خاطر هر کس باید سند داشته باشه وقتی که سند که کی به دست داره جایزه میشه وقتی که مساوی برشون در دست راست در وریبل نوشته شد و دست راست قیمت نوشته شد اما قیمت مربوط به وریبل میشه که دست چپ وریبل نام وریبل و دست راستش قیمت که در وسطش علامه مساوی که ویلیو یعنی قیمت وریبل باید شد و هر جمله در جاوا توسط سمیکالون خلاص میشه یعنی سمیکالون پاستا بند خلاصی مثلا که تو جمله دیگه در جمله به چی سر خلاصی تو کی سر تو چی یا متن میگی تو کی استفاده کنی نه نقطه استفاده که نه در جمله خلاص بیا بل خط شروع که بیا نقطه گری که تو گوره چه در نقطه نمیخی که بده مانا چه در جریان نمی نو به جواب کم دا خبره ده که ترسو بره در علامه سمیکالن که نده بده مانا چه در جمله ادامه لري که هم تو نمیخواد تر آغله که تو هم تر انتر وکلی با وجود از اینکه شما انتر هم زده باشین اما جواب فکر میکنه یعنی کامپایلر جواب فکر میکنه که چی است کل یک خط است و با جواب یک خط دو خط سه خط ارزش نداره سمیکالن ارزش داره که در کدام جای خلاص شده این مفهومی سمیکالن مفهومی ارائه میکنه که جمله جواب تمام شد دیگه این یک سینتکسشان است یک قانونشان است که ما باید تعقیبش کنیم خب میایم یک مثالش تشریح میکنیم یک مثال است که میخوایم که نام نوشته کنیم در این حالت استرینگ است وقتی که ما میگیم که احمد نوشته کنیم صحیح است در این حالت چی است استرینگ است پس ای در چی باید نوشته شود در دبل کوت و ای در یک وریبل داده شود و وریبل از نوعیت استرینگ باید باشه از نوعیت استرینگ باید باشه که ما باید بفهمیم که استرینگ در دبل کوت نوشته میشه وقتی که اینجا نوعیت تعیین شد
بعد از این نامشون تایید شد و توسط علامه مساوی اساین شد، سپرده شد و این بعد از این امو نام نشته میکنی. قانون استرینگ چی است؟ دبل کود. یعنی چیزی که میخوایی که به این وریبل اساین کنی قانون استرینگ است که او در دبل کود نشته کنی. پس این یک ساده قانون داره و بسیار آسان میتونیم استفاده کنیم. و بعد از این سمیکولن قانون جواز که باید جمله تمام شد. داری کدامش چیه؟ نسته کنه؟ پوست بکنه. یعنی ریت پسانه سر اول باید نگرد تاییم که بیا به وریبل نون تاییم که بیا به ارتا قیمت آسان اپریتر بتاییم که سیده ورطه اسپاره. چی ورطه اسپاره؟ دا جان ورطه اسپاره. جان چه ورطه اسپاره؟ مثلا جان ورطه اسپاره ولی ورطه اسپاره. خب هر چیز میشته میکنیم مثلا ولی باشه، ولی نباشه مثلا احمد باشه، هر چیز باشه چی باید شود؟ در دبل کود. این اول باید چی تعیین شود؟ نوعیت معلومات. کدام نوعیت از داره؟ پس نام وریبل باشه و مساوی علامه باشه که به این بسپاره. به چی بسپاره؟ به او وریبلی که نام گذارده، نامش نوشته کرده نه، بعد از این قیمت بسپاره برشان. به چی؟ به امی وریبل. و این چرا در دبل کود نوشته کردیم؟ خاطر که هر چیز که ما خودمان داخل دبل روتیشن داشته. خب چیزی که ما قیمت میکنیم داخل. قانون جواب است که باید نه، قانون جواب نه، این دیرکت قانون داره. در استرینگ کتاب که میگوید در دبل کود استعمال. قانون استرینگ است. وقتی که یک معلومات به شکل استرینگ در یک وریبل ذخیره میکنیم باید در دبل کود. یعنی وقتی که ما میخوایم که از نوعیت استرینگ باشه، اگر ما همین تبدیل کنیم به 4 بازی درست است؟ چرا؟ آفرین، به هر تک، یعنی از هر نوعیت قانونی جداگانه داره. به این خاطر ما این دبل کود نوشته میکنیم و اگر ما نوشته میکنیم قانونی این درست است؟ غلط شد نه؟ پس مفهوم است که ما باید در فکر در اصول قوانین از نوعیت هایش یاد داشته باشیم که این جمع قسم وریبل بسازیم. اگر اون نوعیت ها قوانینش یاد نداشته باشیم باز ما نمیتونیم که استفاده کنیم. پس او قوانین اول ضرور است که او را یاد بگیریم و بعد از این او را تشریح کنیم، نه؟ که هر یکیشون جدا قانون داشت. مثلا استرینگ در دبل کود int h در دبل کود نوشته نمیشه، مثبت منفی اعداد گرفته میتونه. فلوت اشاریه دار گرفته میتونه، int اشاریه دار گرفته نمیتونه. و 4 در سینگل کود اما از حرف باید باشه. و بعد از این بولین و بولین چی است؟ true false. یا بسیاری، یعنی یک قیمت گرفته میتونه. یعنی مهمی است که شما باید اولا او را یاد بگیرین، بعد از این میتونین یه وریبل بسازید. بغیر از یاد گرفتن یا قوانینی از او نمیتونین را بسازید. خب بعد از این INT است نه؟ مثلا که ما میخوایم نوعیت معلومات INT باشه، این یک وریبل است، اعداد ثابت است. اگر ما این نوشته کنیم که 3.2 درست است؟ چرا؟ اعداد ثابت نمیده. در این حالت چی است؟ مشکل داره. پس اینجا باید چی بشه؟ اعداد ثابت باید باشه. خب این رقم میتونه میره استفاده کنیم. خب بعد از این اگر ما بخوایم که همین عدد به شکل دیگر استفاده کنیم، مثلا وقتی که ما اینجا آمدیم نه همینجا از نوعیت معلومات تعیین کردیم، نوعیت معلومات تعیین کردیم، اور پس نام وریبل ولیگه نام وریبل نوشته کردیم، بعد از این قیمت اساین کردیم توسط علامت مساوی. این یک قسم ساختن و سپردن قیمت به وریبل است. پس شکل دیگر INT نام وریبل و سمیکولن خلاص شد دیگه جمله. و پایین آمدیم ما نام وریبل نوشته کردیم، قیمت برشان دادیم. یا او قسم یا یک قسم، هر دویش یک قسم و هیچ فرق نداره. اینجا اول هم دیکلیر شده هم اینشلایز شده، هم دیکلیر شده هم اینشلایز شده و اینجا صرف اول دیکلیر شده بعد از این اینشلایز شده. مفهوم دیکلیر به این ما گفتیم که یک قیمت گرفتن
یعنی یه وریبل جوړول ډیکلیئر دا معنی چې وریبل جوړول ساختن یک وریبل عبارت از ډیکلیریشن است و گرفتن یک قیمت سپارل دی یک قیمت د انیشیالایزر نو ته کولای شي د وریبل په جوړولو سره دفعتاً قیمت وسپاري کولای شي چې اول وریبل جوړ کی پس د قیمت ورته وسپاري یعنی با ساختن وریبل میتونیم مستقیم قیمت تعیین کنیم و یا بعد از این اول وریبل بسازیم بعد با مو وریبل یا قیمت تعیین هیچ مشکل نیست پس دیکلیریشن اول و اینیشیالایزیشن در قدم دوم یعنی در قدم دوم دیکلیریشن به وجود میاد هیچ مشکلی نیست همین قسم میتونیم اگر یک وریبل باشه این تی مای و این نوشته میکنیم اگر ما این رقم نوشته کنیم که یک قیمت مثلا منفی 33 رو مشکل داره؟ چرا؟ داره که داریم ثابت قیمت ثابت قیمت است مهم نیست منفی مثبت ما گفتیم که ارزش گرفتن میتونه و فلوت و چی هست؟ 5.99 و اف چرا؟ اف دا کامپیوتری حساب چه کردی برای که باید عدد دوباره اف استفاده کی کنه عدد دیگه کنه داد می عدد قیمت اخیر ها میایم به این گپ میرسیم این از نوعیتشان است که ما مثلا فلوت اشاره دار قبول میکنن و یک نوعیت معلومات دیگه است به نام دبل چی؟ به نام دبل او هم اشاره قبول میکنه وقتی که ما یک وریبل از نگاه فلوت گرفته باشیم و این را نوشته نکنیم در آخر اف پس او فکر میکنه که این تو از کدام میخوایی از دبل میخوایی یا از فلوت میخوایی وقتی که از فلوت باشم باید همراهشان اف نوشته کنی اگر فلوت نباشه دبل باشه پس باز او در دبل میگیره مشکل نداره اف نوشته نکنیم مشکل پیدا میکنه ما براتون میاییم و میگم مثلا همین بسیار مهم است که شما بفهمید و میبینیم انشاءالله روز دیگر ما از رنج از سایز وریبل ها ما گپ میزنیم که چطور بتونیم که یک وریبل بسیار کلان ما نسازیم که باز هارد دیسک یا میموری ما زیاد پر شوه و سر کامپیوتر پروگرام ما فشار بیاره یعنی ما این رقم یک پروگرام جور کنیم که فشار سر کامپیوتر نیاره و کار مؤثر بکنه مثلا ما پروژه هست اینجا به خاطر از این که ما یک پروژه داشته باشیم این میربین است پس میان شما اینجا کلیک میکنید فایل نیو پروژه سایز هر نام که برشان میتونید از این نکست انتخاب میکنید هر نام که برشان میتونید و ما این گفتیم نه که نام باید کلاس باشه این خود اتومات کلاس تبدیل میکنه این نام مثلا نام چی باشه؟ نه یک نام شما بگید مثلا ما فایل سایز و این را فینش نه ببین برای ما فایل ساخت این را کلوز میکنیم و جای ازی که ما درست بشه بریم غلط رفتیم next مثلا my class این فایل ما سیز و این میبینیم این بخش های که خاکا میبینیم این کامنت هاست سیز و این ضرور نیست اضافه معلومات براتون میده مثلا این چی هست این کامنت هاست نه این را خواندیم پس این بخش میل اکزیکیوشن است من میخوام که یک وریبل دیکلیر کنیم اینتی مثلا فلوت ما خواندیم نه فلوت مثلا مای نم مساوی 33.23 سمیکلون برای ما ایرور میده اگر ما همینجا در آخر اف ای رو اضافه کنیم مشکل حل میشه اما اگر اف اضافه نکنیم اینجا بیاد یک نوع دیگه است دبل و باز نمیگیره یو فکر میکنه که تو دیکلیر از نوعیت معلومات فلوت است و اینجا
امو لیتریار اضافه نکردی در آخر امو پسوند امو دیتا اضافه نکردی در این حالت ایرور میگیره. وقتی که دبل باشه باز مشکل نداره. اینجا ضرور نیست که ما دبل دی نوشته کنیم. فکرتونه؟ در این خاطر ما با اینجا چی نوشته میکنیم؟ اینجا همراه آخر اف نوشته میکنیم. خب بعد از این 4 است، مثلا my letter یک A B C. مثلا اگر این رقم نوشته کنیم کامل مشکل داره؟ یا حرف نوشته ایم. مثلا اینجا میاد نوشته میکنیم C H A R سایز my letter مساوی سینگل کوت مثلا دی. کدام مشکل؟ نداره. سایز مثلا اگر نوشته کنیم کدام مشکل نداره. کامل ایرور پیدا نه؟ یعنی از یک حرف زیاد گرفتن نمیتونه. بولین حتما باید ترو یا فالس باشه، یا صحیح باشه یا غلط باشه. مثلا شما در موبایل استفاده میکنین که کلیک کنید آن شد، به این معنی که ترو شد. کلیک کنید بعد آف میشه، به این معنی که فالس شد. که در امی ترو فالس ما بسیار کدها نوشته میکنیم. ما میگیم اگر این ترو شد باز این کدها اجرا کن، اگر این فالس شد باز اجرا نکن. بسیار مهم است که در این ما بسیار کارهای زیاد انجام میدیم اما در خود هیچ نیست. در خود هیچ نیست. مثلا اگر بگه محکمه از مجرم پرسان میگن خود توی کار کردی این جرم قبول میکنی؟ او میگه که پس که گفت باز قانون پوشش میاد که این ماده و این ماده باز چقدر کارها انجام میشه نه؟ اگر بگه نه پس این کل کارها پشت از این نمیباشه. پس همین قسم ترو فرد همین قسم میباشه. وقتی که ما بگیم ترو پس زیر از بسیار کدها اتومات اجرا میشه. اگر فرد باشه باز اون کدها اجرا نمیشه. در موبایل رو دیدین دیگه آف آن همون آف آن ترو فالس. مثلا چطور کلیک میکنید مثلا در موبایل یا کامپیوتر کلیک میکنی آن میشه، باز کلیک میکنی آف میشه. یعنی ترو فالس. وقتی که ترو شد چقدر کارها انجام میدید در داخل از مثلا در موبایل باشه، در کامera باشه نه؟ اما علامت هاست که وقتی روشن میکنین یعنی به این معنی ترو به معنی روشن، ترو به معنی آن، فالس به معنی خاموش، فالس به معنی آف. این کلی چیزا هست نه؟ این رقم میدونه استفاده کنیم. مای تکست یعنی از نوع چی است؟ استرینگ است، باید در چی نوشته شود؟ در دبل کد باید نوشته شود. بسیار مهم است. همین قسم میتونیم. اگر ما اینی در سینگل کد نوشته کنیم قبول نمیکنه چرا قانون ایشان نیست و استرینگ قانون داره که باید در چی نوشته شود؟ در دبل کد. Display variable. The print ln method is often used to display variable. مثلا اگر ما بخوایم که همین برای ما پرینت کنه نه؟ اینجا میایم مثلا میخوایم که همین عدد برای ما پرینت کنه همین 33.23 برای ما پرینت کنه. پس ما system.out.println تا شروع و نشته میکنیم my name. چرا اون variable هست نه؟ پس قیمت variable چی هست؟ 33.23. رایت کلیک رن فایل برای ما اجرا میکنه و برای ما نشان میده که یک قیمت داره. دیدین؟ و یک قسم میدادیم میره استفاده کنیم. اگر اینجا باشه نه؟ مثلا من نام میخوایم نوشته کنیم. کدام نوعیت باشه؟ معلومات نوعیت کدام باشه؟ استرینگ. آفرین. بعد از این؟ نامی variable باشه. مثلا نوشته میکنیم my name مساوی دبل کوتیشن مثلا نوشته میکنیم فهم کامپیوتر سنتر و در آخر سمیکولن و اینجا باید چی باشه؟ my name و رایت کلیک رن فایل و برای ما اجرا میشه. این قسم بسیار بسانی میتونیم میرن پرینت کنیم. و این قسم کل از نوعیت معلومات میتونیم یک قسم اجرا کنیم. اگر ما بخوایم محاسبه انجام بدیم در یک میتونیم محاسبه هم انجام بدیم. مثلا میایم از اینجا یک قیمت باشه int a مساوی 20 int b مساوی c. پس ما میخوایم a b جمع شود پس a جمع b سمیکولن و ابی که رن کنیم فایل باید برای ما به چی به دست بده؟ اینجا یعنی 20 جمع c اینجا. یک قسم میتونیم محاسبه هم انجام بدیم و declare many variable و ما میتونیم در یک خط چندین variable هم ذخیره کنیم.
یعنی بسازیم. اگر این رقم باشه یک واریبل INT است A است، نه یک واریبل INT B است، ما میتونیم این رقمش کنیم A کاما B و مثلا کاما C. توسط یک کاما ما میتونیم این را جدا کنیم، مثلا کاما E کاما D و این سمیکون. چه واریبل ما دیکته کردیم توسط یک. اگر این رقم نباشه باید به هر یک جدا جدا نوعیتشان تعیین کنیم. اگر ما بخوایم که چندین واریبل باشه در یک خط، پس توسط یک کاما جدا کنیم و همینجا میتونیم این را اینیشیالایز هم کنیم، مثلا 40 صحیح. اینجا قیمت برشان بوده 3 صحیح. ببین این قسم میتونیم مثلا 2 مثلا مساوی 90 و مساوی 1. باز میتونه رسول یک دستور یک ببین A جمع B جمع C جمع چی است؟ E جمع D. رایت کلیک رن فایل و از اینجا میتونم 136. هیچ مشکلی نداره. میتونیم هم اینیشیالایز کنیم در یک خط و هم دیکلیر کنیم. اگر جدا جدا دیکلیر میکنیم یا همونجا دیکلیر کنیم. میتونیم مثلا در پای باز نوشته کنیم مثلا 40 جدا جدا اینیشیالایز کنیم. مثلا این رقم سمیکالن انتر راهیمتی B مساوی صحیح؟ نه بدون از اینکه در یک خط تایپ شما انتخاب کنیم باز در پای نوشته کنیم مساوی با یک خط B مساوی با یک خط در وصول نمیتونم. اما یعنی این رقم نیست؟ نه مثلا در اونجا خود تایپش زد یه انتجار و مثلا انتجار B مساوی با C است. اگر این نزنه این در یک خط دیکلیر بکنیم. ببین یک خط دیکلیر کردیم باز اینیشیالایز هم کردیم. نه مثلا منظور نیست نور اینیشیالایز کردیم باز انتر کنیم در پای نوشته کنیم مثلا A مساوی با C B مساوی با زیرش باز B مساوی با این رقم A مساوی باشه مثلا 33 صحیح؟ این رقم باز ریپلیس میشه، قیمت 40 از بین میره. مثلا نه استاد اونجا قیمت نداره مثلا ببین A کاما B کاما C صحیح؟ این رقم میتونیم ما گفتیم نه A مساوی 2 صحیح؟ B مساوی 1 و C مساوی 9 چند میشه؟ 12. پس بیاین اینجا سمیکارن و اینجا برای ما چی باید پرینت کنه؟ 12 پرینت. اگر ما اینجا گاز داریم همین قیمت ها گاز تعیین کنیم و A باید باشن 20 صحیح؟ ولی برای ما چی باید پرینت کنه؟ خب چی باید نتیجه برای ما باید چی به دست بده؟ A جمع B جمع C چی باید نتیجه باشه؟ این نتیجه C نه اینجا پرینت میکنه A جمع B جمع C. خب اینجا اول 2 است. خب چند باید پرینت کنه؟ ببین 20 جمع 9 29 و 1 C و رایت کلیک رن فایل و جای روی ریپلیس میشه. اما اگر این رقم کنیم مثلا اینجا این را پاپ میکنیم صرف A برای ما پرینت کنه. باید چند پرینت کنه؟ 20 باید پرینت کنه چرا قیمت آخری شما ما گفتم نه که همون قیمت آخری چی میشه؟ ریپلیس میشه سر دیگه. این رقم میتونیم این را چندین واریبل ها بسازیم. نه کدام مشکل؟ نیست. انشاءالله روز دیگه نوعیتشان میخوایم چطور میتونیم این را استفاده کنیم. و اصول واریبل ها هست نه که ما باید چی رقم بسازیم. سلام کارش کنه که کتا چه مثلا A جمع B جمع C